یونگ یه جمله خیلی عجیب و شاید ترسناکی داره که حکایت زندگی خیلی است. یونگ میگه تا وقتی ناخودآگاهت رو آگاه نکنی، اون زندگیت رو هدایت میکنه و تو فکر میکنی اسمش سرنوشته. یعنی خیلی از انتخابایی که فکر میکنی دلخواه توئه در واقع از جای دیگه میاد، از ناخودآگاه تو میاد. ناخودآگاه شامل ترس‌ها، زخم‌ها، خاطراتی است که حتی حواست نیست داری با خودت حملشون میکنی. این قانون تکراره، برای همینی که آدم اشتباه رو دوباره انتخاب میکنه، تو الگوهای تکراری گیر میکنه و فکر میکنه که دنیا باهاش لج کرده. هر اتفاقی میفته و هر مسیری که میری فکر میکنی که سرنوشت برات چیده، ولی این ترس‌ها و تمایلات یا ناخودآگاه توئه که تو رو به اون سمت هدایت میکنه. مشکل از جهان بیرون نیست، مشکل اون بخشی که توی تو پنهانه و تو هیچ وقت جدی نگاش نکردی. ولی وقتی که تو ناخودآگاهت رو کشف میکنی یا میفهمی، اون لحظه تازه زندگی واقعی واسط شروع میشه. از اون به بعد دیگه تکرار نمیکنی، انتخاب میکنی. پس آگاهی یعنی از نو ساختن. زمانی که ناخودآگاه خودم رو نشناسم، جهان تقدیره، ولی زمانی که اون رو بشناسم، جهان تغییر میشه.